زر کوش که زر چیزی نیست، سیم و زر پیش هنر چیزی نیست. احمد جان محمدیف عاشق است و عاشقانه سرود میخواند. صدایش گوشنواز و روح افزا، دلنشین و صمیمی است. زیاده 30 سال است که در جاده صنعت زحمت میکشد. با وجود سرایندگی و نوازندگی همواره آهنگ می آفرد. آهنگ های زندگی افروز، آهنگ هایی که روح و قلب ها را آسایش و فرح می بخشد. بلند قامت بلند گردن درازی میکنم، قد بلند قامت بلند گردن درازی میکنم، در میان فرد و پاشش خال بازی میکنم، در میان فرد و پاشش خال بازی میکنم. گل بچین پاده بچین برگی گل خزانه شد، گل بچین پاده بچین برگی گل خزانه شد، یار بگیر دیده بگیر در دیل ترمانه شد، یار بگیر دیده بگیر در دیل ترمانه شد. سیاهی چشمانی تو چند سر مرا بیکار کرد، سیاهی چشمانی تو چند سر مرا بیکار کرد، خط دل جویی تو چند دیوانه را هوشیار کرد، خط دل جویی تو چند دیوانه را هوشیار کرد. قد بلند قامت بلند گردن درازی میکنم، قد بلند قامت بلند گردن درازی میکنم، در میان فرد پاشش خال بازی 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 میکنم، در میان در طول 30 سال از این بیشتر در صحنه تاجیک نمایانترین نقشی بود که اینا از هم جدا نشونده نقش بود. ظفر ناظم و احمد جان محمدیف جدا کرده نمیشه. دو جسم و یک جان بودن در صحنه. اینکه و فیلارمون وقتی به کار آمدن ریجک نواز بودند. بعد همین آدم اگر طبیعتا اگر صورت یا سیرت انسانی صورت اگر به یک دیگر توغری نباید، یا اینکه همین شخصیت بینیشو، شخصیت فهمیشو، شنوایی و همین اگر در یک نقطه آمیخته نشود با هم نه دوست شده میتواند نه همکاری کرده میتواند. برای همین در صحنه تاجیک احمد جان محمدیف هم حافظ سراینده خوب و هم نوازنده بهترینه که تا حال اون رپرتوری که در طول همین سالها من در صحنه تاجیک خوانده بودم، از این آدم بهتر و خوبتر و والاتر یگان کس چیزهای مرا نهفته نتوانست تا حاضر. صدای تو صدای ریزشی باران است،
صدای تو صدای ریزش باران است، صدای تو غریو آبشاران است، صدای تو صدای چشمه کوهی که درمان